سلام عرض شد. دکتر قلمقاشم از مرکز نسخه. امیدوارم که خوب باشید. در مورد تکنیک هایی که در کلینیک لاغری و زیبایی مرکز نسخه استفاده میشه لازمه که چند تا نکته رو عرض کنم. ما معمولا از کامبینیشن تراپی استفاده میکنیم، یعنی از ترکیب روش های مختلف درمانی با هم دیگه. مثلا اگر میخوایم که برای پیکر تراشی و تناسب اندام استفاده کنیم، ترجیح میدیم که همزمان از تجهیزات استفاده بکنیم، تجهیزات پیشرفته مثل RF، مثل کورسکالپتینگ یا اسکالپشور یا تکنیک های مختلف. همزمان از تکنیک های مثل تزریق داخل بافت چربی استفاده بکنیم و همچنین میتونیم از تزریقاتی مثل آیوی تراپی هم استفاده بکنیم. یعنی فکر کنید که سرومی که توش مواد مورد نیاز، داروهای مورد نیاز برای لاغری اضافه شده توسط داروخانه و اون رو همزمان ما در طی 3 تا 4 مرتبه براشون استفاده میکنیم. استفاده همزمان از تکنیک‌های مختلف ضامن اینه که شما به حد اکثر نتیجه در حداقل زمان و هزینه برسید، که میشه گفت بهینه کردن روش درمانی. خیلی مهمه. به جای اینکه ما بخوایم تعداد بسیار زیادی جلسات کار شما رو طول بدیم که بخوایم مثلا از فقط دستگاه استفاده کنیم یا فقط از تزریقات استفاده کنیم، وقتی اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم بر اساس مشکلاتی که شما دارید ایندیویدوالیتی رو رعایت میکنیم. یعنی اینکه برای هر فرد درمان اختصاصی خودش رو طراحی میکنیم، میتونیم خیلی نتایج خوبی رو بگیریم. اینکه بتونیم حد اکثر نتیجه رو در حداقل زمان و هزینه بگیریم، میشه گفت که شما میتونید به بهترین نتیجه با حداقل هزینه برسید. موفق باشید. روز خوبی داشته باشید.